با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون آلترناتیو شورایی و به امیدی که هر کجا کشید شاد و موفق و پیروز باشید. بینندگان عزیز، بعد از جنگ 12 روزه بین دو رژیم ارتجاعی اسرائیل و جمهوری اسلامی، ما اکنون در حالت نه جنگ و نه صلح هستیم. از آینده کسی خبر نداره، چون در مذاکرات قرار صورت بگیره که هیچ نه تاریخی تعیین شده نه اصولا مذاکره در دستور بالقوه فعلی هست، فقط قراره که مذاکرات صورت بگیره. در نتیجه ما امروز با 3 تن از رفقا سعی میکنیم این مسائل بعد از جنگ آتش‌بس در کجا قرار گرفتیم، اوضاع ایران چه خواهد بود، مذاکرات اگر قرار بگیره به کدام سمت خواهد رفت، چه امتیازاتی جمهوری اسلامی ممکن است بدهد و مسئله آلترناتیو های جمهوری اسلامی رو با 3 رفیق در میان می‌ذاریم. رفیق سیاوش دانشور از حزب کمونیست کارگری حکمتی است، رفیق خلوت احمدیان از حزب کمونیست ایران و رفیق حسن اسام از سازمان راه کارگر. با تشکر از هر 3 رفیق گرامی که در وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خب از شما شروع کنیم. رفیق سیاوش دانشور، ما الان همونجوری که در مقدمه گفتم ما در حالت نه جنگ و نه صلحیم. یک آتش‌بس اعلام شده که هیچ چیزی معلوم نیست. بعد ارزیابی شما رو خواستم ببینم این اوضاع به کدام سمت میره بعد از یه جنگ 12 روزه بین دو رژیمی که ارتجاعی که نه جنگ مربوط مردمانش هم نیست بلکه دو رژیمن که با هم درگیر شدن. خواستم ارزیابی شما رو بشنویم. بفرمایید. درود بر شما بینندگان گرامیتون، همینطور رفقای عزیز حسن اسام و خلوت احمدیان. اتفاقی هم که الان افتاده تحت یک شرایط معینی بسیار شکننده هستش. امکان اینکه یک بار دیگه به اصطلاح یه دور دیگه حملات نظامی شروع بشه باز هم با هدف تسلیم جمهوری اسلامی وجود داره. به کدوم سمت میره این وضعیت؟ جمهوری اسلامی در دوراهی مرگبار میره، یک دوراهی عملا برگشت ناپذیر، جای مانور و به اصطلاح بازی در شکاف قدرت ها تموم شده وجود نداره. بنا به تمام وضعیتی که جمهوری اسلامی توی منطقه در سطح بین‌المللی حتی در داخل شکاف امنیتی اطلاعاتی وسیعی که داره، عدم انسجام درونی و بسیاری فاکتورهای دیگه، نارضایتی جامعه، جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه تماما و تمام منویات آمریکا اسرائیل رو قبول بکنه، یعنی که باید بجنگه. امکان عینی ادامه جنگ رو نداره و بنابراین راهش تنها راهی که واضح تسلیمه. الان سوال برای جمهوری اسلامی ادامه جنگ طولانی، پیروزی در جنگ، امتیازگیری و غیره نیستش، چگونگی تسلیمه و برای اون چگونگی تسلیم دارن دنبال یه راه حل به اصطلاح آبرومندانه میگردن که بعد تسلیم شدن بتونن تعادلشون رو حفظ کنن. این مسیری که ما داریم به سمتش. نه جنگ و نه صلح. ارزیابی شما چه؟ ما به کدوم سو داریم میریم که بعد از این جنگ 12 روزه؟ بفرمایید. بله، سیاوش بخشن اشاره کرد. عرض معذرت، سلام به بینندگان و مهمانان عزیز، رفقا سیاوش و رفیق حسن. من اگه حرف آخر اول بزنم اینه که ما همونطوری که گفتیم در دوره گذار هستیم که توش نه جنگ نه صلح نه حتی مذاکره هست، معلوم نیست، ولی اون چه که مشخصه این دوره نمیتونه ادامه دار باشه. اگه چه خطر عملیات های موردی یا موضعی هست و اینا با توجه به ماجراجویی هایی که هم در هیئت حاکمه اسرائیل وجود داره هم در هیئت حاکمه ایران، اما واقعیت اینه که طرفین اصلا توان وارد شدن به یه جنگ ادامه دار رو ندارن. اونم دلیلش یک تا اونجایی که با آمریکا مصالح کلان آمریکا برمیگرده که میشه بیشتر توضیح داد و مضافنی که جمهوری اسلامی هم اون کارت های در واقع بازدارندگیشو از دست داده و اینه که نهایتاً از نظر من میز مذاکره و دیپلماسی در واقع سرنوشت این روند رو مشخص میکنه. اگه بخوام بیشتر اشاره بکنم، میدونیم تا اونجایی که با آمریکا برمیگرده جنگ دراز مدت براش پرهزینه است، نمیخونه، همخوانی نداره با وضعیت اقتصادیش، تجربه عراق و افغانستان داره، اولویت‌های رقابت با جنگ اقتصادی با اون به اصطلاح بلوک بریکس و
که نمونهش رو میبینیم همین حالا. مثلا ترامپ اعلام میکنه که اون کشورهایی یا کشورهایی که سیاست ضد آمریکایی دارن 10% تعرفه رو برایشون اضافه میکنه و مجموعه دلایل ریز و درشت دیگه. ایران هم همینطور. ایران جدا از اون بحران‌های چند لایه اقتصادی، اجتماعی، سیاسیش، به طور کلی بعد از جنگ اون 12 روزه دیگه اون جمهوری اسلامی قبل از جنگ نیست. موقعیت منطقه‌ایش تضعیف شده، هیچ پشت جبهه‌ای نداره، از کارت تهدید هسته‌ایش فعلا دستش کوتاست و همونطوری که سیاوش هم گفت به طور واقعی جمهوری اسلامی حالا بر سر یه دوراهی قرار داره که به هر طرف بره دیگه اون رژیم سابق نیست، نه ادامه جنگ، بلکه صحبتش یا مسئلهش بیشتر اینه که چجوری آبرومندانه عقب نشینی بکنه و بتونه بقای نظامش رو حفظ بکنه. این ببینین اون ضربه‌ای که جمهوری اسلامی تو اون جنگ 12 روزه خورد تنها یه ضربه نظامی نبود، نشون داد که نفوذ دستگاه جاسوسی موساد در بالاترین سطح حکومتیش این حکومت رو چقدر ضربه پذیر کرده و اون ادعاهای قدر قدرتیش دیگه محلی از اعراب نداره. این میتونه این ضعف رژیم اگرچه نه بلافاصله میدون بده به اعتراضات اینا، ولی این در حافظه مردم میمونه که این رژیم با اون ادعا و رجزخانیاش نمیتونه قدرت نمایی بکنه. در واقع اگه کوتاه کنم اینو در یک جمله، اونی که برای جمهوری اسلامی مونده دست از همه کارت های به اصطلاح ابراز وجود کوتاه شده. تنها حربه‌ای که براش مونده همون حربه سرکوبه، ولی این به طور قطع مقطعی خواهد بود و در واقع مجبوره همونطور که در اول گفتم تن به تسلیم و سازش بده. یک نکته آخرم اینه که اتفاقا این دوره نشون داد که مردم که به نظر من خوب ظاهر شدن اون بلوغ سیاسی رو دارن که دنبال تبلیغات و رسانه ها و بسیار لشکر جنگ ارتجاعی امپریالیست ها تبدیل نشن و اینو بی جواب گذاشتن. ممنون. حسن اسلام ارزیابی شما رو بشنوید تا بعد بریم پرسش های بعدی. من که الان به اصطلاح در حالت نه جنگ و نه صلحیم و ببینید ارزیابی شما رو بشنوید. بفرمایید. من هم درود میفرستم به رفقای عزیزم سیاوش و حلمت و درود به بینندگان عزیز تلویزیون شورایی. عرض کنم حضور شما در ادامه صحبت رفقا زاویه های دیگری رو من سعی میکنم کوتاه باز کنم. رژیم در رابطه با نیروی بیرونی به ویژه اسرائیل و آمریکا و رابطه با همسایگانش در خلیج و در جاهای دیگر یک وضعیت داره، در رابطه با نیروهای مردم یک وضعیت دیگر، اما در درون خودش هم در یک تعادل منسجم و اراده مستقل حرکت نمیکنه. همچون که رفقا گفتن خب رژیم بخش بزرگی از توانایی نظامی بازدارندگیش رو از دست داده. برابر همین اعترافات و گزارش‌هایی که این دستگاه‌های امنیتی رژیم توی مصاحبه‌های تلویزیونی داخلی حتی مطرح می‌کنند، ضرباتی که اسرائیل در همون فاز اول از طریق راکت‌ها و پهپادهای در درون جمهوری اسلامی از طریق برخی از خانه‌ها و کامیون‌ها زدن و چهره رهبران نظامی رو زدن، بخشن هم با دستگاه‌های بازدارندگی رژیم هم فلج کردن که فرصت دادن هواپیما داخل ایران بشه و به قول خودشون آسمان ایران در واقع در اختیار اسرائیل قرار بگیره. خب الان که این جنگ تمام شده همه میگن کی بود من نبودم. یه طرفش بیت رهبری هست و این علی خامنه‌ای جنایتکار و مشاورین دور برش، یک طرفش متحد همین بیت هست که به عنوان نیروی پایداری مطرحن که بسیار تندروان و بسیار خشن میخوان در این به عنوان آلترناتیو
رو داشته باشن، یه طرفش نیروهای اصلاح طلبن. بنابراین جمهوری اسلامی از یک اراده واحد برخوردار نیست. از این زاویه همچنین که رفقا گفتند، راه معقول نشستن پشت میز مذاکره است برای رژیم، حتی اگر بقای خودش رو بخواد دنبال کنه، لااقل در کوتاه مدت. شکل معقول نشستن بیز. اما آیا اختلالاتی که در سیستم دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی به وجود میاد میتوانه که این فضایی است که حالت نجنگ به صلح داره، نه تنها از طرف آمریکا و اسرائیل که از طرف ناروشن بودن اراده مشترک در خود حکومت جمهوری اسلامی است به خاطر جناح‌های مختلف. اینه که چشم‌انداز قطعی که بشود گفت رژیم انقدر عقلانیت سیاسی داره که به قول سیاوش رفقا حل به تسلیم و پشت مذاکره بگرده و پیدا کردن یه راه حل آبرومندی برای تسلیم، یا اینکه همین آشفته حالی خطر تداوم جنگ رو به دنبال داشته باشه، حتی ناخواسته. ببخشید. خب پرسش بعدی اینه که آیا به نظر شما احتمال از سرگیری جنگ وجود داره رفیق سیاوش دانشور، و اگر پای مذاکره ایران بخواد بره، به نظر شما خواستهای امریکا چه خواهد بود؟ با در نظر گرفتن که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تقریبا ضربات شدید خورده، حزب الله عملاً فلج شده، سوریه و ایران دست داده و در عراق تقریبا میشه گفت تحت قابل کنترله، و حماس هم که در واقع عملاً سرکوب شدید اسرائیل و اینا. خواستم ارزیابی شما رو، خواستهای امریکا در این شرایط فعلی چه خواهد بود؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه تن بده؟ بفرمایید. در مورد ادامه جنگ در سوال اول عرض کردم و احتمال اینکه تلاقی نظامی دیگه صورت بگیره بالا هستش، برای اینکه تمام اون سوالاتی که قبل از شروع این دور حمله به اصطلاح مطرح بود به قوت خودشون باقی هستن و مسائل حل نشده. بله، جمهوری اسلامی از نظر نیروهای نیابتی، پروکسیاش و بعد این بمباران ها و تأسیسات هسته‌ای و غیر اینا خب عقب رفته، شکست خورده، به درجه عقبش روندن، بازی به اصطلاح معینی نداره که به اصطلاح بتونه واردش بشه. همین نقاط ضعفشه، ولی این به معنی پایان جنگ نیست. از موضع لااقل دولت اسرائیل اونا دنبال یه بی‌ثباتی دائمی تر هستن، دنبال یه نوع ایران سازی هستن و ادامه جنگ به نفع استراتژی که اون استراتژی ارتجاعی که اونا دنبال میکنن تحت عنوان خاورمیانه بزرگ اسرائیل نقشه تعیین کننده تو اون داره توی چارچوب قدرت‌های منطقه‌ای. بنابراین امکان تلاقی در آینده وجود خواهد داشت. شما مادام که این دولت‌های تروریست و میلیتاریست توی منطقه حکومت میکنن و سلطنت میکنن، مردم کارگر منطقه روی خوش نخواهند دید، به طور موسمی با جنگ و بحران روبرو خواهد شد. اینکه آمریکا چی میخواد، به نظر من پرونده هسته‌ای فقط یه بهانه است. پرونده هسته‌ای محور بحران نیست. بحثی که مطرحه بر سر بازسازی و به هر حال این ریبیلدینگ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، یه مایکی بازه، صدا خیلی ناجور میاد، اگه لطفاً ببندین ممنون میشم. سوال بر سر بازسازی خاورمیانه است، بر سر تعیین چارچوب‌های جدیدیه که به هر حال در دنیا بین قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری در جریان در منطقه. سوال بر سر جایگاه و موقعیت نیروهای مهم منطقه‌ای و تناسب قوای بین اینا، و در این وسط بحث خاورمیانه بود بزرگ از جانب یا خاورمیانه جدید در جانب اسرائیل هم یکی از این پوینتاش. به این معنا زدن اسلام سیاسی، زدن نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی، کاهش قدرت نظامی جمهوری اسلامی از جمله تأسیسات هسته‌ای و نذاشت موشکی و غیره، هدفش اینه جمهوری اسلامی رو در موقعیت جدید و تعادل تحمیل تناسب قوای جدیدی به طور کلی بذاره. اینها نمیخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، چنین استراتژی رو ندارن. تا امروز که داریم صحبت میکنیم این در دستور نیست. بنابراین دریچه این مذاکرات بحث هستی و این هستش، وگرنه توان موشکی
الان اسرائیل مطرح میکنه نباید مثلا از اینقدر مایل برد موشکی بالاتر باشه، پروکسیا نباید باشه. فقط هم این نیست، جمهوری اسلامی اگر میخواد بماند باید چارچوبای سیاست آمریکا توی منطقه رو قبول بکنه، باید تسلیم بشه، باید از ضد آمریکایی‌گری، ضد اسرائیلی‌گری به عنوان یه نیرویی که داره در مقابل این قطب وایسه دست برداره یا دست کم برای کوتاه مدت و بالاخره دوره معینی اینو بایگانی بکنه و در مقابلش بقاشو بگیره، تضمین بقاشو بگیره و بالاخره حکومتی باشه که اونجا بمونه مثل بقیه حکومت‌های دیگه مشغول سرکوب و استثمار و غیره باشه. این تمام داستانه. بنابراین مسئله هستی دریچه قضیه است، بهانه است، خود این موضوع نیست. پاکستان هم اتمیه، هند هم اتمیه، خود اسرائیل اتمیه. اگر جمهوری اسلامی دولتی بود، حکومتی بود که میتونست در یه تضاد منافع با به اصطلاح منافع آمریکا و دولت‌های غربی قرار نگیره، اتمی بودنش ابدا مسئله‌ای نبود. اما اینکه به اصطلاح میتونه هر چنگایی به دلایل رقابت‌های منطقه‌ای جهانی و تناقضات خودشون در مقابل هم قرار بگیرن، این مسئله دریچه موضوع شده. ولی سوال بر سر این نیست. کسایی که فکر میکنن موضوع فقط بر سر مسئله هسته‌ایه از من اشتباه میکنن. دعوا این نیست، دعوا بزرگتره، سوال بزرگتره و اینم اینه. ممکنه به هر حال خواستای دیگه مطرح باشه، ولی آنچه که تا الان اعلام شده سر همین موضوع هست. پس جنگ امکان وقوعش وجود داره، اما اگه جنگ و تلاقی نظامی صورت بگیره بر سر یه تغییر فاندامنتال در جمهوری اسلامی نیست، بر سر به تسلیم کشاندن و سر میز برگرداندن و به توافق رو تحمیل توافق هستش و ممکنه به اصطلاح چنین اتفاقی هم نیفته زودتر از اون تغییراتی در درون حکومت، خود حکومت اسلامی صورت بگیره که این پروسه سازش، این پروسه تسلیم رو به اصطلاح تسریع بکنه و به جنگ نکشه. اما اینا مواردی که فعلا باز مونده و بستگی به حرکت بعدی نیروهای سیاسی داره توی این ماجرا. خب رفیق، همین پرسش هم از شما که آیا به نظر شما امکان جنگ وجود داره؟ یک. دو، اگر ایران پای مذاکره بره با امریکا به نظر شما چه شروطی میذاره؟ چون الان چیزای متنوع میشن. یک بار مسئله هسته‌ای ایرانه که ایران غنی‌سازی صفر باید بکنه، بعد مسئله موشکی ایرانه، بعد اخیراً چنین گفته آقا سپاه پاسداران باید در ارتش ادغام بشه. یک یعنی عملاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این مسئله است. بعد مسئله به رسمیت شدن اسرائیل و این چون ایران یادش که فعلا آسیب جدی دیده. ارجابی شما رو بشنویم، بفرمایید. بله، من گفتم با توجه به اینکه رویکردهای متفاوتی در هیئت حاکمه ایران، اسرائیل و آمریکا وجود داره، به طور قطع نمیشه با قاطعیت نمیشه از سرگیری جنگ، حالا جنگ‌های موضوع موردی رو منتفی دونست. اما حقیقت اینه که تحلیل این مسئله، این پروسه رو نمیشه از اخبار، از پروپاگاندا و رزرسخانی‌ها و تحلیل‌های ژورنالیستی که خبرگزاری‌هایی مثل ایران انترنشنال و صدای آمریکا و الی آخر میدن، نمیشه از این در آورد. باید از اولویت‌ها و نقشه‌ها و برنامه‌های کلان به ویژه آمریکا و رقابتش با دیگر قدرت‌های امپریالیستی‌ها، همونطوری که اشاره شد وضعیت به طور کلی آرایشی که خاورمیانه جدید داره به خودش میگیره، باید تو این بستر دید. سوال اینه که آیا مصالح عمومی این طرفین این تخاصم، هم ایران و هم اسرائیل و آمریکا، یک جنگ فرسایشی رو برمیتابه یا نه؟ که من در سوال قبلی توضیح دادم که طرفین برای اینکه نمیتونن پای یک جنگ ادامه دار برن با چه چالش‌هایی روبرو هستن. اینجا فقط اینو اضافه میکنم، در واقع درسته که آمریکا و اسرائیل در توافق با همدیگر اون جنگ 12 روزه رو برای انداختن، اما این به معنای نیست که اهداف اونا هم یکیه. تا اونجایی که به اسرائیل برمیگرده، خب گرایش حاکم اینه که نابودی و سرنگونی جمهوری اسلامی رو میخواد، ولی آمریکا رام کردن جمهوری اسلامی رو میخواد به دلایل خیلی معینی، نه بدیل قابل قبولی داره، نه ظرفیت و هزینه‌ش رو میتونه تحمل بکنه و خیلی نکات دیگه. به نظر من
همونطوری که قبلا هم گفتیم جمهوری اسلامی راهی جز نرمش رو تسلیم نداره، یا دیر یا زود باید پای مذاکره بره. اما اینکه سوال شما آیا چه شروطی برای جمهوری اسلامی رو میز گذاشته میشه، منم فکر میکنم مسئله فقط به سلاح اتمی ختم نمیشه. خب طبعا تا اونجایی که به اصطلاح مسئله هسته‌ای برمیگرده، آمریکا میخواد اینو به دست بیاره یا این اطمینان رو به اسرائیل بده که دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه از کارت دستیابی به سلاح اتمی استفاده بکنه، اینو تهدیدی برای اسرائیل بدونه. این خب هر روز یه چیزی میگن، یه روز میگن نابودی کامل، یه روز میگن درجه فلان، بعد ترتیب اینا بستگی به این منتها شرط دیگه هم میتونه این باشه آمریکا که تعهد بگیره از جمهوری اسلامی که از کارت دخالت در اون یا حمایت از اون بقایای محور مقاومتی در منطقه، یعنی در عراق و سوریه و یمن و لبنان، به ویژه در عراق، بهره نبره. محدودیت ها بر موشک های بالستیک، میدونیم ایران در واقع برنامه موشکی گسترده رو داشت، موشک های کوتاه‌برد، میانبرد، دوربرد و حتی ضد کشتی و کروز هم داشت. قطعا این بحث هم پیش خواهد آمد که محدودیت، ولی من بار دیگه تاکید میکنم جدا از این چیزایی که در پشت میز مذاکره و سازش ها صورت میگیره، باید تاکید کرد که این روند این مذاکره و سرانجام و پرونده هسته‌ایش و شروط امریکا نباید اینو از مسائل استراتژیک تر در چارچوب اون منطقه خاورمیانه جدید و ترتیبات سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی و اینکه جایگاه قدرت‌های منطقی و به اصطلاح متحدینش در اون منطقه چه خواهد شد، نباید اینو از نگاه دور بداریم و در بیفتیم به تحلیلایی که هر روز این ژورنالیست‌های به اصطلاح خبرگزاری‌های امپریالیستی از این قضیه میکنن و مردم رو به اون جهت‌هایی که میخوان میکشونن. خب همین پرسشم از شما داشته باشیم رفیق حسن اسلام، ارزیابی شما رو بشنیم با در نظر گرفتن اینکه این بار جمهوری اسلامی علیرغم برجام از اول یک چراغ‌ساز به امریکا نشون داد، گفت آقا شما میتونید در ایران سرمایه گذاری کنید، مقدار وسیعی سرمایه گذاری کنید اینا، ولی خواستم امریکا به نظر شما چه خواستایی از ایران خواهد داشت با در نظر گرفتن که نیروی نیابتی ضربه خوردن دیگه تکرار نمی‌کنه مثلا؟ بفرمایید. روید بجان، اول آخه باید ببینیم این که یک واقعیتی که ما همه فکر کنم یا اقل ما چنین نظر داریم که علت به وجود آمدن موقعیت رژیم جمهوری اسلامی از یک فضای متناقضه، بنابراین یک رژیم بوده نامتعارف و بحرانزا و بحرانزی. اگر این تعریف درست باشه که رژیم هم در چارچوب نظام سرمایه‌داری جهانی رژیمی است نامتعارف، در درون خودش در به عنوان یک نیرویی که از دل یک انقلاب غارت شده بیرون آمده، رژیمی است بحرانزا و بحرانزی و فقط با تناقضات بحران میتونه بقای نظام بده، اولین پاسخی که ما باید به تحلیل ما بدیم که ما با یک حکومت یک دست بد متوسط یا خوب نیستیم، طرف نیستیم. ما با یک حکومتی طرف هستیم با جناح‌های متخاصم که روند این 45 ساله به لحاظ غارت اقتصادی و غارت کسب قدرت سیاسی هر کدام از این جناح‌ها رو فربه کرده و منافع ویژه دارن، هم در بقای قدرت سیاسیشان هم در حفظ غارت عمومی و فسادشون. خب یک همچه وضعی است که طرف درخواست آمریکا ملاک نیست. هر درخواستی آمریکا داشته باشه، آیا جمهوری اسلامی به خاطر این تناقضات هیئت حاکمه در درونش ظرفیت پذیرش داره یا نه؟ این یه طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه که رفقا من چندین بار گفتن، این رفقا چندین بار در مصاحبه آمان گفتم، بس فراتر از اینه. بس این است که اسرائیل در خاورمیانه‌ای به عنوان نماد و نماینده و نایب امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا
حضور مسلط داشته باشه بر همه کشورها و شیخ نشین ها و قصر کوچک. بنابراین اصل قضیه اینه، حرفم فقط بالکانیزه کردنه. ایران نیست که جک بریزن یوگسلاوی رو تیکه تیکه کنن. این از بوش پدر شروع شده کوچک کردن ایران، چون ایران بزرگ با این نقشه عظیم گربستان و 90 میلیون جمعیتش مقابله کردن باش امر ساده نیست. غزه هنوز نتونسته، حوثی ها هنوز نتونسته جمع جور کنه، هنوز بعد از مدتی غزه نتونسته دستاشو بیاره بالا، هر روز کشتار میکنه. دیروز تا حالا میگن 135 بار یا 25 بار بمبارمان هوایی کرده غزه را که دیگه چیزی ازش نمونده. بنابراین نکته اصلی تلاش برای کوچک کردن ایرانه که میتونه از حوزه های مختلفی تحقق پیدا بکنه، از جمله برانگیختن برخی از نیروهای ناسیونالیست مرتجع سراسر ایران که خطر تجزیه و اینا هم داشته باشه یا جنگ های داخلی دامن زده بشه. یعنی اینا اموری نیست که به ساعت علتی هم که ترامپ یکی دو بار اینو گفت که اگر رژیم بیفته هرج و مرج خواهد شد. این معناش عملش این است که در این آشفت بازار معلوم است که بتونه جایگزین کی بشه. رژیم چه فرصت و امکان و بقای جابجایی آرام قدرت سیاسی را نداره آنجوری که چلبی داشت مثلا. این یک مسئله خیلی مهم و کلیدی است. بنابراین تازه فقط هم ایران نیست، ارزیابی غرب سرمایه‌داری جهانی که نایبش هست از جمله کوچک کردن ترکیه هم هست. یعنی دو کشوری که با تجربه از جنگ دوم جهانی چه ترفندهایی به کار رفته بشه که تکه تکه بشه ایران. این یک مسئله بسیار مهم و کلیدی است. دو، گفتم تناقضات درونی هیئت حاکمه اراده مستقلی رو که رژیم بس طریق سخنگوش پشت میز مذاکره میکنه لزوما نداره. اما همچنان که رفقا گفتن و خودم رفیق بیان عزیز شما هم گفتید، این است که فقط مسئله اتمی نیست. البته به دلیل نامتعارف بودن حکومت جمهوری اسلامی، اتمی شدن جمهوری اسلامی 1000 بار خطرناکتر از اتمی حتی اسرائیل، پاکستان، هند، به دلیل اینکه سگ صاحب شد تو این رژیم طرف نداره، در حالی که اونجا یه چیزی گذاشته ترامپ تو گلوی این جنایتکار نتانیاهو یا امپریز با آمریکا رو گردن اسرائیل که به راحتی نمیتونه مانور کنه، ولی ایران سگ صاحبش نمیشناسه. به همین دلیل جلوگیری از اتمیزی کردن هم یکی از پایه های قطعی برای یک رژیم نامتعارف. اما تلاش داره میشه بیشود که اگر بشه به رام کردن رژیم بیانجامه، ولی از جابی من است که یک تلاش مذبوحانه است. رژیم توانایی رام شدن نداره. این پرسش‌های بعدیه. ببخشید، چون پرسش‌های بعدی داریم در مورد اپوزیسیون درون رژیم، خارج رژیم و مسائلی. خب پرسش بعدی اینه که شکاف در درون حاکمیت وجود داره، همین از قبل وجود داشت ولی الان تشدید شد. این ارزیابی شما را رفیق دانشور این چه تأثیری بر شرایط فعلی ایران می‌داره؟ شاید که الان میخوام برم پای مذاکره برم چه امتیازات بدم؟ بفرمایید. معمولاً حاکمیت‌ها در زمان جنگ و بحران اولین چیزی که از نان شب براشون واجب‌تر میشه انسجام درونیشونه. اگه حاکمیت هر حکومتی مستقل از ماهیتش انسجامش رو در این دوره از دست بده، مهمترین مخاطرات تهدیدش میکنه. الان وضعیت جمهوری اسلامی به ویژه بعد این در تروریسم هوایی دو جانبه 12 روزه مسئله بقاست. بخاطر اینکه فقط امروز ما با یه معادله ساده رو نیستیم که یه دولتی خارجی اومده به یک کشوری حمله کرده و ما از خودمون دفاع کردیم و قضیه هم تمام شد، الان با مذاکراتی حل میشه. خیر، پیچیده‌تر مسئله. اولا بحث بقای جمهوری اسلامی یک سوال همیشگی بوده. جناح‌های مختلفی، سیاست‌های مختلفی، پلتفرم‌های مختلفی، حرکت‌های سیاسی مختلفی حول این شکل گرفته
و امتحان پس داده و امروز در این شرایط جدیدی این داره دوباره به سوال روز تبدیل میشه و در این حال اتفاقاتی در منطقه افتاده، به ویژه بعد از 7 اکتبر که تمام موضوعات رو عوض کرده، تمام فاکتورایی که قبلا میشد روش حساب کرد به عنوان یه مورد یا مثلا یک نکته‌ای که در کنار بقیه بتونه به این نتیجه برسه، الان هیچ کدوم از اونها یا وجود نداره یا تماما تغییر کرده. بنابراین امروز بیش از هر زمان به ویژه تاکید میکنم به دنبال تحقیق نظامی اطلاعاتی عمیقی که جمهوری اسلامی تو این کشمکش خورده. الان توی حکومت هیچ کسی بغل دستیش اطمینان نداره، هم فکر میکنم بغل دستیشون جاسوسه. یه حرکت مهمی در درون حکومت راه افتاده که پیدا بکنن کی جاسوس آمریکا و اسرائیل و غیره است و کی از درون جلسات هیئت دولت، بیت رهبری، شورای امنیت ملی و مهمترین نهادهای نظامی و اطلاعاتی داره اطلاعات منتقل میکنه. این که میان 4 تا کارگر محروم افغانستانی یا کولبر یا شهروندان رو هزار میگیرن به بهانه جاسوسی، اون هدفش ارعاب جامعه است و یه نوع تعیین تکلیف و با مردم و اون چماق و به اصطلاح شمشیر داموکلس و بالای سر جامعه منزجر از جمهوری اسلامی گذاشتن که در این اوضاع از ضعف حکومت یه وقت استفاده نکنن، در اون فشار منکوب شده نگرشون دارن. اما هدف اصلی پیدا کردن جاسوسی در اون خودشونه. این که امروز از خامنه ای تا هیئت دولت تا وزارت خونه ها دو زیر زمین کار میکنن، معناش اینه که حکومت هست، حکومت نیست. این یه واقعیتیه. شرایط امروز جمهوری اسلامی اینه. امروز چیزی به عنوان دولت مستقل وجود نداره. میان توی تلویزیونی حرفایی میزنن اما دوباره میرن توی زیرزمینا، آسمونشون دسته به اصطلاح یکی دیگه است، اقتصادشون به قول معروف افتاده توی سراسیری مثل ماشین بی ترمز میمونه که هیچ کنترلی به خودش نداره. شرایط سیاسی جامعه معلومه. بنابراین واضحه، بسیار واضحه که عمیق‌ترین شکاف در درون حکومت و در جنابندی‌های حکومت شکل میگیره و سوالش اینه که چیکار باید کرد. الان چه باید کرد؟ نقشه اضطراری نجات نظام اسلامی چیه؟ این سوالی به نظر من وجود داره. من فکر کنم بخش مهمی از اونا میخوان تسلیم بشن، میخوان که به قول معروف این ماجرا ادامه پیدا نکنه. این که میان تو تلویزیون چه شعاری میدن اینا رو بذارین کنار. توان عینی واقعی حکومت امکان ادامه جنگ و درگیری رو نداره و هر درگیری دیگه ممکنه به اصطلاح وضعیتشون رو کلا کنفیکون بکنه، نتونن خودشون رو حفظ بکنن. بنابراین الان یک گرایش وسیع در درون حکومت دنبال سازش و بقا هستش و گرایش بسیار محدودتری فکر میکنه نه باید با همین زندگی رو ادامه داد، که به نظر من اونا هم دنبال یه نوع مذاکره و بقا و غیره هستن، چون بدون خامنه ای صورت نگرفته و صورت نخواهد گرفت. اما امروز مسئله درجه حادتره. من فکر میکنم امکان تغییراتی در بالای حکومت برای یک سازش دراز مدت‌تر با آمریکا و غرب وجود داره. جمهوری اسلامی توی هیبت کنونیش نمیتونه پای یک سازش تمام عیار بره و در این حال تعادلش رو حفظ کنه در داخل کشور، اما دنبال این است که به یک کسب امنیتی، تضمین امنیتی از جانب آمریکا برسه و به یک بقا برسه، در رو باز بکنه و در این حال بتونه جواب به اصطلاح مشکل داخلی رو بده که عبارت از سرکوب و تداوم به اصطلاح استثمار خشن و فقر و فاقه‌ای که تاکنون وجود داشته. اما این خودش، این شکافی که عرض کردم و این دوتا گرایشی که هر دوتاشون بر سر بقا بیشتر از هر زمانی دارن تلاش میکنن، امروز به نظر من داره چیزای مختلف در متن این پیدا کردن جاسوس، در متن این دعواها بر سر ارزیابی از جنگ، در متن این که آیا ما پیروز شدیم یا شکست خوردیم، آیا استراتژی بازدارندگیمون درست بود یا درست نبود، همه این سوالات روی میزه. مضافه بر اینا برخورد جامعه. الان بحثایی که در درون حکومت، در تلویزیون‌ها، در کانون‌های کارشناسانه، بعضا در دانشگاه‌ها در جریانه، این سوالی که مردم ایران به این قضیه برخورد بسیار بالغی کردن و حکومت میخواد اینو به عنوان
مصادره مطلوب بکنه به عنوان طرفداری از خودش یا حس میهن پرستی یا حس ملی گرایی، در صورتی که فاکتورهای بسیار متعددی دیگه که علیه اینه باعث شد که مردم به اصطلاح یک رفتار معقول در دوران جنگ انجام بدن و آنچه نباشد که اپوزیسیون راست میخواست یا آنچه که خود حکومت اسلامی انتظار داشت. اما بر سر این که چه بر سر این سرمایه میاد، این روش برخورد ممکنه به مسائل دیگه تبدیل بشه. حکومت اسلامی تلاش میکنه از این استفاده بکنه، شکاف درونیشو به زعم خودشون با مردم کم بکنه، در این حال از این اهرم هم در خدمت پروسس سازش استفاده بکنه. در یک جمله، جمهوری اسلامی در این دوره بیش از هر زمانی شکاف بر سر بقا و جنگ بر سر بقا در درون خودشون در جریان. نتیجه این روند میتونه به یک تصفیه حساب درونی و به یک دست بالا پیدا کردن خطی که میره میسازه و بقای نظام رو حفظ میکنه میتونه ختم بشه و قرار ختم بشه. اینکه در عمل چقدر موفق میشن یعنی باید دید، اما این به وفور وجود داره و اینو ما توی اظهارات و توی شرایط و توی همه چیز روز زندگی دقیقه جمهوری اسلامی میبینیم. همه پرسه مسئول داریم رفیق خدمت. ارزیابی شما را با در نظر گرفتن درگیری‌هایی که در بالا وجود داره نسبت به شرایط فعلی چی می‌بینید؟ نسبت به مذاکرات یا چیز هستی؟ بفرمایید. چه تأثیری رو اوضاع داره این مذاکره؟ ببینید شکاف و اختلاف و رویکردهای مختلف طول عمرش همیشه اینو داشته. اون چه که ویژگی میده به این دوره 3 تا فشار هست. یک فشار آمریکا و اسرائیل بر جمهوری اسلامی، یک فشار کشورهای اروپایی که صحبت از فعال کردن مکانیزم ماشه میکنن و سوم و مهمتر از همه اون فشاری که جنبش‌های اجتماعی تا قبل از جنگ خیلی به واضحی خودشو در خیزش‌ها و جنبش‌های 7-8 سال گذشته نشون داد، در اعتراضات و اعتصابات نشون داد. این وضعیت رو دشوارتر کرده تا اونجایی که به اون 12 روز برمیگرده. تا حد زیادی اجماع بود بین اون دو جناحی که حالا حرف اول رو میزنن، یکی اون جبهه پایداری ها و به عبارت دیگه همون تندروها و اون جناح معتدلتر که بیشتر حول پزشکیان و ظریف و الی آخر میچرخه. این ساکت بود تو اون 12 روزه، این خیلی کم خودش نشون داد، ولی در این 2-3 هفته‌ای که از جنگ گذشته ما بیشتر شاهد برجسته شدن اختلافات و شکاف‌های بین اینا هستیم. تا اینجایی که به پایداری ها و نظامی ها برمیگرده، اونا در واقع ادامه پروژه اتمی رو لازمه حفظ نظام میبینن و اون جناح مقابل، این جناح دولت و پزشکیان و ظریف و این پروژه رو در واقع دادن بهانه به ویژه برای دشمن به عبارت خودشون آمریکا و اسرائیل از یک طرف و کشورهای اروپایی که دارن تهدید میکنن که اون تحریما رو به قبل از توافق برجام برگردونن. مثلا ما در این روزا میبینیم پزشکیان میگه منظور از شعار مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا نیست، یه تفسیر دیگه ای میده. این جناح بیشتر دوست داره که تداعی بشه به نوعی از اشکال، به شکلی از اشکال سازش بکنه و بتونه شرایط و حفظ نظامش رو از این طریق تأمین بکنه. پایداری ها بیشتر امیدشون به اینه که ببخشید من برعکس گفتم، پایداری ها بیشتر به امید به حمایت روسیه و چین و این کشورها دارن که از روی نشونه ها ما هیچ حمایتی به اون صورت از طرف اینا نمیبینیم. اونا هم اولویت‌های خودشون دارن و جناح مقابل همین به شکلی از اشکال در قالب نمایندگان مجلس یا بعضی سخنگوهاشون بر همون روال همیشگی خودشون دارن میتونن. این شکافا قطعا رژیم رو بازم ضعیفتر میکنه، چون ولی از اون جایی که هر دو جناح استراتژیشون حفظ نظامه، به نظرم میتونن
بار دیگه هم در هم تون پیشا مثل همون تون پیش جنگ 12 روزه با هم همسو بشن، با هم بسازن، یعنی توافق داشته باشن. از این روی من در شرایط فعلی علیرغم اینکه اصلاح طلبان و نیروهای لیبرال در داخل کشور حالا دوباره دارن به موسوی و به روحانی و به این طیف امیدوار میشن، یا مثلا موسوی یه بیانیه داده که صحبت از مجلس مؤسسان و نمیدونم قانون اساسی رفراندوم اینا میکنه. به نظر من اینا اصلا فعلا در صف نیستن و هرچی روی بده در خود بین اون دو جناح و تغییر آرایشی که رژیم لازمه برای اینکه خودش رو همسو بکنه و این فشارها رو از خودش کم بکنه، این روند شاهد خواهیم بود تا اون جایی که برخورد این دو جناح به مردم باشه. اینا در ضدیت با مردم و سرکوب مردم هیچ اختلافی ندارن و در واقع فتنه اصلی رو به قول خامنه‌ای یا دشمن اصلی رو، ترس اصلی رو از همون جنبش های مردم و سربرآوردن دوباره اون اعتراضات و اعتصابات میبینم. اضافه بکنم که جنگ خودش اون فشارهای اقتصادی و که قبل از جنگ هم به حد بالای خودش رسیده بود بازم بیشتر کرده. حالا صحبت از گرونتر شدن نون و اون احتیاجات اساسی مردم مثل نمیدونم نون و برنج و روغن و الی آخر میشه و اینا قطعا به طور کلی زمینه خواهد بود برای اینکه اعتراضات دوباره جون بگیره. خب برای حسن اسلام همین پروژه ما شما میکنیم، آیا به نظر شما با درگیری که در بالا وجود داره چه تاثیراتی بر فعل این مذاکرات خواهد داشت، برای این ادامه آتش بس داشت؟ بفرمایید. یک بخش‌هایی رو رفقا طرح کردند که باید همه این نکته ها را در نظر گرفت در یک تحلیل. در شرایط ایران از یک سو و شرایط جهانی علیه ایران از سوی دیگر پیچیدگی‌های تو در توی وجود داره. اگر مسئله به شکل منطق ریاضی و یا 2 تا 4 تا بود کار سهل میکرد. در این حال ما که پیشگو نیستیم. ارزیابی من اینه که چنان که در عرایض قبلم گفتم، در نکته هایی که رفقای من هم در زاویه های دیگری تکرار کردن، تناقضات دو رژیم اراده مستقل ازش میگیره. این 1. 2. اما رژیم ظرفیت کامل و کافی برای یک جنگ دراز مدت مطلقا نداره. 3. همین جنگ 12 روزه توان تدافعی رژیم رو بسیار کوچک کرده. حتی شنیدم که اون موشک‌های زیرزمینی که کارکرد داشته در روزهای آخر جنگ بیرون آوردنشون از اون سوراخ‌آبات به جایی که تخریب شدن این خروجی های اینها امر بنابراین ساده نیست. خب اینا همه نشون میده که رژیم در جنگ ورشکسته است و توان ادامه کاری نداره. اما از سوی دیگر زیر مطالباتی که آمریکا و اسرائیل به ویژه ازش میخوان نمیتونه به راحتی بره. یعنی مسئله صفر کردن سلاح اتمی تبدیل شده به یک پرنسیبی برای رژیم که نیروی داخلی خودشو نگه داره، بتونه در چارچوب نگه داشتن اون چی که رفیق حلمت الان گفت، اون اراده مشترک را اگر جنگی صورت که حفظ کنه. از این نظر کار رژیم کار ساده نیست. حالا دیروز هم که نتانیاهو موشک‌های دوربرد و نیابتی ها و ورم اضافه کرد. بنابراین در یک بنبستی جمهوری اسلامی وجود داره. به همین دلیل شما میتونید ببینید که نیروهای درون رژیم، چه در بخش اپوزیسیون غیر قانونیش، نه ما اپوزیسیون غیر قانونی درون رژیم عرض میکنم، مثل اون کسانی از یوسفی و ملی مذهبی ها و اینا بگیر تا حتی این آقای موسوی که الان رفیق حلمت پلتفرم رو مطرح کرد، تا برخی از وزرا و وکلا و صاحب نظران و اقتصاددانان که با امضای 180 نفر رو کردن که آقا باید
یا چهره تا عوض کنین یا کار خرابه، بگیرید همجور برید جلو. و این درگیری های تیکه تیکه‌ای که ببینید توی رژیم هست نشان میده که همچنان گرایش به میز مذاکره در شرایطی که حیثیتش حفظ بشه در لحظه کنونی نقش مسلط داره با توافق شخص علی خامنه‌ای علی رغم مخالفت های لایه های زیادی از این جریان تندروها به اصطلاح که فقط هم یه گرایش نیستن، هم در مجلس هم در دولت هم در حوزه های اما من ارزیابی من اینه که فقط این رو در حوزه سیاستکاران در درون هیئت حاکمه نباید ببینیم. من هیچ مطمئن نیستم که در درون ارتش، سپاه و بسیج در پیوند با لایه‌ای از اصلاح طلبان غیر قانونی از تاجزاده بگیر تا موسوی مثلا بگیر یک آلترناتیوی تدارک داده نشه، چون 3 تا 4 تا بحثشا لازم باشه الان باید باز کنیم یا بعد نمیدونم، ولی آلترناتیو های مختلفی در مقابل جمهوری اسلامی قرار داره. اگر جمهوری اسلامی ساقط بشه کیها خواهند آمد؟ این پرسش بعدی اونا باید میکنیم. بنابراین اینجا در این نقطه که الان هستیم پاسخ من اینه که شرایط راه حلی جز رفتن پیش مذاکره نمیندازه، اما مذاکره خود به یک بنبستی است که تلاش آمریکا را به طور ویژه و ترامپ رو برای رام کردن رژیم در وضعیت ناممکنی قرار میده. یعنی وقتی شما میگید که اگر قبل از این جنگ 12 روزه بود یارو میگم من آماده بودن که تعلیق کنن 3 سال این کارهای هسته ایشونو، ولی الان این دیگه رفتگاه باید به 0 برسونیم ولی باید ببری اون 450 کیلو انباشته دارم باید تحویل بدی. در مورد اون چه که به رفیق حلمت گفتن تمایل گرایشات تندرو به روسیه و چین، همین امروز شاهد هستیم که دوباره درگیری بین روسیه و اوکراین و آمریکا بالا گرفته و ناتو پذیرفته که هزینه جنگ افزارهایی که آمریکا به زلنسکی میده بپذیره. یعنی اونجا داره یک درگیری خیلی خشنتری پیش میره که پیشبینی ترامپ صفر شد که صلح خواهد شد میتونه تشدید مشدد بشه. بنابراین تا خرخره روسیه در اونجا گیره، چین در این بازی که در جنگ تعرفه ها میخواد بیشترین لاس رو با آمریکا داشته باشه. اینجا ایران مطلقا تنهاست. به همین دلیل به این وعده وعیدها نمیشه چیز کرد. از این زاویه درگیری در لحظه کنونی رو این نقطه متمرکزه، با چه جستی پشت میز مذاکره بریم تا متلاشی نشیم ولی در عین حال از چیزهای دفاع کنیم که ما را نابود نکنه. عزیز ما تقریبا به آخر برنامه رسیدیم و از اونجایی که این مباحث تمام نشده و رفقا ما به جنبندی نرسیدن و ما پرسش های دیگری هم داریم در رابطه با اپوزیسیون ایران در مورد مسائل رژیم چنج، مسائل سرکوبی که رژیم در آینده در پیش داره. در نتیجه ما این برنامه رو در اینجا تمام میکنیم و از شما میخوایم که بیننده برنامه بعدی ما باشید. روز و روزگارتان خوش باد. بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گورخوابه یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا کی جرم باشه. قربان پایینو دیدید، سفره خالی رو دیدید، شما نورتون زیاده شهر تاریکو دیدید. اینجا که باریک کمر چون خونا رو مکیدید، اینجا که کثافتتون رو از بالا میریزید. دیدید چقدر
فرق داریم دوریم ازتون، بلیت نمیخواد دعوت منی تمتون. پسر برو تو اتاق آقا رو نترسون، ایشون کهنه و پاره ندیدن نه حتی از دور. قربان نظاره کنید شما ستاره شدید، با کرسوی نور همینا که اعدام میکنید. شما با اشتباه رشد کردید به جای توبیق، نقد منتقدم بریدی تا اراده کنید. قربان شیرین کنید کامتون رو تلخ کلامم، اینجا مردم فقط زندن زندگی ندارن. بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن، ببخشید وجدانای شما چجوری میخوابن؟ بله بله قربان زندگی نرماله، یه سال کار کرد یه شب شام کفاره. بله چشم قربان زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله بله قربان زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا کی جرم باشه. کل دنیا از مردمش حمایت میکرد، دولت ما مسئول نبود شکایت میکرد. به معترضا برچسب اغتشاشگر میزد، به زندان کفایت میکرد نه جنایت میکرد. بیشک ما رکورد زدیم، ما تنها کشوریم که واکسنش فرق داشت مرفه و فقیر. تو اصل علم زن و واسه زیباییش میزنیم، با ون پلیس میدوزیم ناکجا میبریم. سبد خرید خالی تو سفره نفتم نداریم، دنیا تو مریخ و ما تو یه قهقراییم. مرده هایی که باید تو فکر مرگم نباشیم، چون حتی پول سنگ قبل و کفن و دفنم نداریم. من آژیر خطر رو زدم تا گوشا بسوزه، گرسنه هایی داریم که فرصتشون یه روزه. اون لب مرگ و بوسیده کجاست کی میدونه، لااقل یکی بره براش لالایی بخونه. بله بله قربان زندگی نرماله، یه سال کار کرد یه شب شام کفاره. بله چشم قربان زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله بله قربان زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا کی جرم باشه. میترسیم از سال بعد از اجاره خونه، از مدرسه هایی که وسط بیابونه. پرنده پر نمیزنه تا بیاب و دونه، این زندگی نرمال یا بیمارمونه. جنس بی‌کیفیت اینجا مثل طلا میمونه، کارگر 2 شیفت میدوه پراید فرار میکنه. توی این چرخه فاسد تلاش میخوره، سیستم واسه یکی 1 میلیون رو فدا میکنه. واسه مالکیشا که تو آمریکا مست فسادن، برون ریزی عقده تخلیه یه فاضلابن. اینجا چپ و راست نداره همه یه جناحن، میگیم گیر باطلاقی میگن پی اصلاحن. احیانا چیزی هست که بهتون بر بخوره، احیانا فکر کردین شهروند بردتونه. مردم نون نخورن نون شما چرب بمونه، قربان گفتنم دلیل گیجی سرتونه. تانکرای نفت تو صف تو راه رفت، لاله های سرخ فرش دلار سبز. شهر پر از فقر سوت صدای مرگ، مسحور پول و روح رجال پست. بدون جناحیم دنبال رهایی، دستای گره به هم زنجیر انسانی. بدون جناحیم دنبال رهایی، قدرت اتحاد تقدیر خود ماییم. تانکرای نفت تو صف تو راه رفت، لاله های سرخ فرش دلار سبز. شهر پر از فقر سوت صدای مرگ، مسحور پول و روح رجال پست. تانکرای نفت تو صف تو راه رفت. اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بر علیه برنامه‌های مهاجرستیزی جمهوری اسلامی. از حقوق انسانی شهروندان افغانستانی دفاع کنیم. جمهوری اسلامی موج دیگری از دشمنی با شهروندان افغانستانی به راه انداخته است. فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی، رسانه‌ها و سردمداران جناح‌های مختلف رژیم همگی به خط شده اند تا میلیون‌ها افغانستانی را مسبب بیکاری، بزهکاری و نابسامانی‌های جامعه جلوه دهند. این موج ارتجاعی را اپوزیسیون راست فاشیستی و پیروان ایران شهری همراهی می‌کنند. احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروهای انتظامی رژیم اسلامی، در روز 6 خرداد ماه اجرای قاطع قانون درباره مهاجران غیرمجاز را اعلام نموده و مدعی شد که این افراد مهمان ما نیستند، زیرا قانون کشور را زیر پا گذاشتند و باید دستگیر و از کشور اخراج شوند. احد بیتوته، نماینده مجلس، به حضور بیش از 4 میلیون مهاجر غیرمجاز در کشور هشدار داد و گفت اگر دولت اقدامی نکند این حضور به بحران امنیتی منجر خواهد شد. روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله‌ای مهاجران افغانستانی را متهم به بلعیدن آب، برق، نان و کالاهای اساسی کرد و آنها را عامل اشغال مشاغل و بی‌نظمی اجتماعی خواند. نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی نیز
بار دیگر بر اخراج هزاران دانش آموز مهاجر افغانستانی تاکید نموده و رسما اعلام کرد که دانش آموزان فاقد ولی یا سرپرست بدون اقامت پس از پایان امتحانات تا 15 تیر ماه باید کشور را ترک کنند. اینها تنها گوشه‌ای از مجموعه سیاست‌های راسیستی ضد پناهندگی و اخراج‌سازی شهروندان افغانستانی است که بر علیه حقوق اجتماعی مهاجرین و به ویژه ضد حقوق شناخته شده جهانی برای دستیابی کودکان به آموزش است. به علاوه دختران دانش آموز و دانشجو نیز به انواع مختلف برای بازگشت به افغانستان تحت فشار قرار گرفته‌اند، در صورتی که همگان آگاهند که تحصیل دختران بالای دبستان در افغانستان تحت سلطه طالبان ممنوع است. تنها طی 3 سال گذشته نزدیک به 3 میلیون افغانستانی از ایران اخراج شده اند. همراه با جمهوری اسلامی، جریان‌ها و گرایشات دست راستی ناسیونالیستی و پیروان ایران شهری به اتکا به مناسبات و فرهنگ ارتجاعی و ضرورت تدوین قوانین علیه حضور انبوه اتباع بیگانه می‌کوشند مردم ناگاه را به جان شهروندان افغانستانی بیندازند و شرایط زیست عادی آنها را در مخاطره قرار دهند. برای یک جامعه شرم‌آور است که در برخی از شهرها و مناطق بنرهایی با عنوان ورود افغانی ممنوع نصب شده است. همچنین انبوهی از افغانستانی‌ها به علت فقدان هویت ایرانی هنگام خروج از محل سکونت خود دلهره و اضطراب دارند. آنها از حق خرید بلیت مترو و یا نان و دیگر مایحتاج زندگی نیز محروم هستند. این همه بی‌عدالتی و گسترش اخراج‌سازی علیه مردمی که سالهاست در ایران با دستمزد اندک کار کرده و زندگی سختی داشته‌اند و یا در سالهای اخیر از ترس طالبان ناچار به ترک افغانستان شده‌اند، نمایش آشکار سیاست فاشیستی جمهوری اسلامی است. شهروندان افغانستانی نه تنها در ایران بلکه در پاکستان با شدیدترین اقدامات امنیتی و سرکوبگرانه مواجه هستند. علیرغم عملکرد قرون وسطایی طالبان علیه زنان و مردم زحمتکش افغانستان، دول امپریالیستی چین و روسیه در راستای منافع اقتصادی و سیاسی خود به انواع مختلف با طالبان همکاری کرده و آن را تقویت می‌کنند. دولت‌های امپریالیستی مدعی حقوق بشر در غرب نیز که خود زمین ساز برآمد گرایشات اسلامی و طالبان بوده و راه ورود این نیروی ارتجاعی را در بازگشت به قدرت هموار نموده، سیاست عمومی اخراج پناهجویان افغانستانی را در دستور قرار داده و آشکار و نهان و با زد و بند با دول ارتجاعی منطقه و طالبان می‌کوشند شرایط دیپورت آنها را به افغانستان تسهیل کنند. اخیراً نیز ترامپ در پی سیاست‌های نئوفاشیستی خود قانونی را به اجرا گذاشته که شهروندان چند کشور و در رأس آن افغانستانی‌ها را از ورود به آمریکا منع می‌کند. همه این سیاست‌های ضد پناهندگی و ضد مهاجرت در شرایطی است که انبوهی از پناهجویان که از دست طالبان گریخته‌اند در کشورهای مختلف در جستجوی مکان امن برای زندگی هستند. طنز تلخ این است که ظاهراً همه این دولت‌ها طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. وضعیت مردم افغانستان در شرایط کنونی نمایش هولناکی از جهان نابرابر و زیر سلطه سرمایه‌داری است که با برآمد فزاینده راست و فاشیسم، حقوق و حرمت انسانی بیشتر از پیش لگدمال می‌شود. مردم شریف و آزادیخواه علیه رژیم اسلامی که می‌کوشد شهروندان افغانستانی را علل نابرابری‌ها و شرایط دهشتناکی که به جامعه تحمیل کرده جلوه دهد و همه همدستانش یعنی حاملین فرهنگ و مناسبات به غایت نژاد پرستانه و ضد انسانی مبارزه کنیم و با حمایت همه جانبه مانع از اخراج و پیشبرد سیاست‌های فاشیستی افغانستانی ستیزی شویم. زنده باد آزادی و ارتقای حرمت انسانی،
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، زنده باد سوسیالیسم. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 6 ژوئن 2025 برابر با 16 خرداد ماه 1404. امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری حکمتی است، سازمان راه کارگر، سازمان فداییان اقلیت و هسته اقلیت.